بریم یه پیتزای توپل درست کنیم و جواب 2 تا آدم شیکمو رو قشنگ میده. اول آردو میریزیم، بعد خمیر مایه رو اضافه میکنیم، نمک، شکر، روغن، بعد کم کم آب رو اضافه میکنیم و خمیرمون رو ورز میدیم. خوب ورز بدیم بچه ها. خمیرمون آماده شد، میذاریم نیم ساعت استراحت کنه. مرغ و گوشت رو با هم دیگه تفتش میدیم و توی 10 دقیقه آخر بهش یه حبه سیر اضافه میکنیم، ادویه ها رو اضافه میکنیم که توی کپشن همه رو نوشتم. بعد نیم ساعت خمیرمون رو میاریم پهن میکنیم، بعد خمیر رو چنگالیش میکنیم بچه ها، بهش سس اضافه میکنیم، خوب سس رو پخش میکنیم، آویشن میریزیم زیرش و بعد لای نازک پنیر پیتزا موادی که درست کردیم رو میریزیم روش و بعد قارچا رو میچینیم، دوباره یه لای پنیر پیتزا میریزیم و در آخرم فلفل دلمه رو میذاریم روش.